جمهوریت ملی و رسمی بیرق د پورته کولو دپاره چمتو دی. فرانسای تیار ستی د ملي بیرغ د پورته کولو د احترام لپاره پلان ګور. بسم الله الرحمن الرحیم. روز ملی بیرق کشور، روز ملی بیرق افغانستان، برای تمام شما از صمیم قلب تبریکی میگم. با امید از اینکه بیرق ما دائما برافراشته باشه. روز ملی بیرق مصادف است با 7 ماه اسد سال هجری شمسی که همه ساله از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان تجلیل میشه. در این روز بیرق ملی کشور به اهتزاز در میآید و از قدردانی صورت میگیره. بیرق ملی افغانستان همونطور که شما هم معلومات دارین مطابق ماده 19 قانون اساسی ترتیب شده که متشکل از 3 رنگ است. شما میبینید رنگ سیاه، رنگ سرخ و رنگ سبز که همش با اندازه مساوی از چپ به طرف راست تنظیم میشه و هر توته از تکه یا رنگ طولش مساوی به نصف عرضش است و در وسط بیرق ملی ما نشان ملی افغانستان است که در مجموع هویت ملی کشور، هویت تاریخی کشور، هویت اسلامی کشور، هویت سیاسی کشور انعکاس میده. به این شکل که ما شما بیرق ملی کشور را میبینیم برای اولین بار در سال 1307 توسط لوی جرگه در زمان حکومت شاه امان الله خان غازی به تصویب رسید که از اون زمان لااکنون در افغانستان تحولاتی که ایجاد شده، تغییرات در بیرق ملی کشور هم ایجاد شده بود که بالاخره در سال 1382 بعد از تصویب قانون اساسی در ماده 19 پس به مون شکل با اندک تغییر دوباره درج شد. بیرق ما هر رنگش معنا داره. در سال 1307 وقتی که رنگ ترکیبش انتخاب میکردن، مورخان و تاریخ نویسان میگن که رنگ سیاهش معنای اسارت داشت، رنگ سرخ معنای قربانی و رنگ سبز هم نشانه آبادی است که این معلومات عمومی بیرق ماست که ما تحت همین بیرق با افتخار افغانستان زندگی میکنیم. جا داره که از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به خاطر برافراشته نگه داشتن بیرق ملی کشور ما روزانه قربانی میتن و بیرق در سر تا سر افغانستان برافراشته نگه داشتن. و ارواح شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی ما درود میفرستیم، برای فامیلایشون صبر جمیل میخوایم. اینا با دادن جانای شیرین خود
از این بیرق پر افتخار کشور همیشه دفاع کردن و اینو برافراشته نگه داشتن و با کسایی که اکنون خدمت میکنند در صفوف نیروهای امنیتی برایشان پیروزی و موفقیت آرزو میکنیم. ما در شرایط اساس قرار داریم و مکلفیت همه ماست که از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با مشکل لازمش حمایت بکنیم و افتخار ماستن از برکت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما امروز در اینجا حضور داریم و میتونیم که از روز پر افتخار ملی بیرق ما تجلیل بکنیم. از اینکه هوا گرم است نمیخوایم صحبتات طولانی باشه. از تشریف آوری همتان تشکری میکنم. برای همتان روز خوش میخوایم و روز بیرق دوباره برای همتان تبریکی عرض میکنم. تشکر. د ملي بیرغ ورځ د احصایې او معلومات ملي ادارې د رهبرۍ هیئت کارمندانو ته او همدارنګه د افغانستان ټول شریف ولس ته مبارکي وایم. ستاسو د ټولو محترمینو له ګډون څخه منندوی یم.